چطور میتونیم خدا رو بشناسیم؟ بعد از کلام نورانی ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یکی از اصحاب پرسیدند: فدایتان شوم، چطور میتونیم خدا رو بشناسیم؟ امیر عوالم آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمودند: معرفت اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته. شناخت خداوند یعنی اهل هر زمانی امام زمان خودشون رو بشناسن، امامی که اطاعت از او بر همه آنها واجب است. اهمیت این موضوع به قدری زیاده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روایت دیگه‌ای فرمودند: من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة الجاهلیه. یعنی هر کس بمیرد و امام زمانش رو نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. بیایید با توجه بیشتری به این روایت فکر کنیم. 1 ساعت خوب فکر کردن از 70 سال عبادت بهتره. هر دو امام معصوم اشاره فرمودند: شناخت امام زمان هر زمان، نه فرمودن شناخت نماز، شناخت روزه و حتی قرآن که کلام خداست. خیلی همون تصور میکنیم همه دینمون نماز و روزه و قرآنه. تو این دوتا روایت غیر از امام زمان به هیچ چیز دیگه اشاره نشد. تا امام زمانت رو نشناختی خدا رو نشناختی. مثل مردم زمان جاهلیت که گاو و بت میپرستیدن و دخترانشون رو زنده به گور میکردن. کافر از دنیا میری، یعنی هیچ چیز مهمتر از شناخت امام زمان نیست. چه ارتباطی بین شناخت خدا و امام زمان وجود داره؟ امام زمان جلوه خدا و ولی خدا بر روی زمین هستند. اصل دین و حقیقت دین شناخت و اطاعت و یاری امام زمانه. حالا سوال مهمی ذهن هممونو با خودش همراه کرده: چطوری امام زمان رو بشناسیم؟